بررسی آمریت تخم‌های بذری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندوز از مزارع گندم. نظر به هدایت رهبری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندوز، تیم تفتیش تخم‌های بذری این ریاست از مزارع گندم در این ولایت دیدن نمودند. بر اساس خبرنامه ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندوز، تا هنوز حاصلات گندم بذری حدود 60,000 هکتار زمین در کندوز تطبیق شده است. همین گونه مزارع گندم تخم‌های اصلاح شده در ولایت‌های بغلان، کندوز و تخار مورد تفتیش قرار گرفته و به زودی روند بررسی کشتزارهای گندم در ولایت بدخشان نیز توسط تیم فوق تفتیش می‌گردد. گفتنی از سال پار حدود 20,000 تن تخم‌های اصلاح شده گندم از سوی آمریت تخم‌های بذری کندوز تصدیق و جهت بذر به دهاقین کشور توزیع شده است.